و کم در 92 درم من کیم که تا همین 60 ساله من کار کردم تا 50 ساله در کلخوز؟ نه کلخوز نکن کمک اون کلخوز چیز تگی میده در کلخوز باور کردم چند برا نه دمو نگیرم بچه جان پس کردم بدم نزدک من همه خیلی پس کردم بود پدر کج دنیا موندو نه دلم دادم نه که خیلی که پیچیده روی کتی حولی خوله اسلمو همراه نبیرش این نبیره بیبی شعرهای زیاد از یاد میدوند در صحبت با بیبی خواهش دارد از نقل بیبیش از دوره‌های گذشته بسیار چیزها رو آموزد انا امروز در کلخوز گذراندم کاری کلخوز شکرانه خدا خلفردان داشتیم مردکم کار میکرد خودم کار میکردم نه که خیلی زندگی ما شروع بود به همین شکر میکنیم که به همین زندگی اینقدر با عمر خودیم عمر گذراندیم اسلما ظهورова ҳаёти хушу хӯрамона ба сар бурдааст ин оиларо на танҳо дар деҳаи сулҳобод деҳот тугарак ноҳияи восеъ балки дар миқёси вилояти хатлон ҳамчун оилаи намунавӣ бисёриҳо мешиносанд ҳамин аст ки моҳи августи соли 2024 аз раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти хатлон ва ноҳияи восеъ дар доираи чорабинӣ таҳти унвони садоқати ватандорӣ ба ин ҳавлӣ меҳмон шуда ӯро хабар гирифта мукофот доданд خولای اسلمو از چنین اقدام این زنان خرسندی نموده به نمایندگان حکومت اظهار مینه‌داری کرد. صد بار شکرانه میکنم شکرانه که خدای تعالی همه قدر سری پری و همه قدر وقت خشای همه سری پری همه خیلی معرکوی شروعات خیلی خدای تعالی پروردگار عیز با سری پری کنه مسلمان رو وقت خود شود خولای اسلمو در این سن و سال سلامتیش خوب است در این حولی همراهی فرزند خردیش عمر به سر میبرد داریم خرسندم داریم ای فرزندم ای کننو حرمت داریم نکنم بچه همونتن مرا حرمت داریم نکنم صد بار شکرانه ای فرزندم را نکنم ای کننو را شکر و می‌دادگی حولی کشاد و برهوا پر از گل تگی چایلابی تاکزار پر از انگور میوه شیرین همچنین کپهای خوشخون هم گاه در قفس و گاه آزاد سیر و گشت می نمایند چنین منظره زیبا با پرنده ها رو فرزندان موافق طبع و ذوق خوله اسلمو در این حولی مهیا کردند کاغا دوست ندارم که این قدری خونه راه دادم کاغا ما آواز شدوت ندارم آواز کاغا نغم نبینم امی سهریا میخوند خیلی میشه این بر وقتی که اینم به ارخواب نخیطه که این در خوندن بزنم با آواز هم میخیدیم وقتی ترم نشوا خوی حیوان شروع اولم ترمیرون که اگر همی که نخونه یک تایخواب نمیخیدیم با آواز هم بد میخیدیم در این حولی کلین ها همه کدبون ها هستند روزهای خورسندی جمع اومده نان و کلچه میپزند بین نان ها پختن نان چپاتی رو از خالهشان اسلمو آموختند در این سن و سال خوله اسلمو نان رو کمتر استعمال نموده طعم‌های پرهیزی رو خوش دارد با نخت قطعیدگیم او قهر تدخ خوردن نمیتونم اینا میوه تریو را خوردن نمیتونم یک مدر شیری و یک چنی و تلکتن نمیکنن امور رو میخرم خیلی خدا با دودگی خدا با شکرانه میکنم خوله اسلمو همراه شوهرش هر دو دهقان بودند با همین شغل فرزندان رو تربیت کرده و کمال رسانیدند از این رو با مسئولیتی و قطعه زمین نزدیاولیگی رو فرزندان ثمرناک استفاده می‌نمایند هیچ وقت اول تنی تحتی دیم ای فرزنده هست که درد سر فرزنده رو نبینی ای خیچ تبار خدا تاریخ خرسندی محل در باره فرزنده در باره خیچ تبار اینم به فرزنده من نمیوه فرزنده من خدا تنی تحت شما تو عمر دیگه برکت
امروز فرزندان حیاتی مستقلانه میبرند، هر کدام از پای زندگی خود میباشند و خوشبختانه همیشه در یاد مادر هستند. از بخت بلند مادر مثل امروز سال یک مرتبه همهشون در حولی پدری جمع میآیند. مادری ما خیلی ای وقتش مادری ما همه خیلی زنی زور بود، همه قدر دمی قشلوق هم حرمت احترام داشت. مقصد در کالخوز هم کار کردگی، پوری کردگی در می برای لیوچکو همه اپاراتی کالخوز. مقصد ما را خیلی ای کودکیمون کلون کرد، خرم پشون. مقصد شما را چه تربیت کرد؟ ما را همه خیلی تربیت کرد. این هم مقصد ما هم بنا هر کمان با کار و وظیفه خود شدیم. مادر ما اینا ایمون وقتش مثال دمی قشلوق هم خدمت میکرد، دمی همسایه دم میرفت نان پزی میکرد، نان میرفت نانشون میپخت. مقصد که حینرو را داشتم، حینرویی که کیبونی خوب بود. بعد میرفت مقصد دمی نان میکردن، همسایه میرفت دمون نانو اشتراک میکرد. آشای شوربا های مقصد همون خاندان در چی میشید، همون دوره پیش دمی خیلی بود که مقصد میرفتن همی نان میکردن پیشتر. این اوچای من ساز بود، این مسئله ده خوب بود، موقعا خوب میکرد. یک پیوه میکرد، همی خیلی لذت داشته. هر کسی حینه را نداره، خیلی آدم مقصد میکنه گوش قطعی اوقات میکنه، اوقاتش مقصد و تعبیدیل هم نیست. یکی میگم یک پیوه که میکرد همو بسیار لذت خوب. از چهره و نگاه مادر چنین می نماید که بهترین لحظه های خوشبختی حیاتش انتظار فرزندانش است. خدای تعالی ما در 90 دیم خدای تعالی دیگه ایمان نصیبم کنه و در پیش پای همه فرزندا خدا بندم بگیره. آخرم نکنه. اکبر. خوش آمدین. چنین از روزگار مادر یک نفر زنی تاجیک اسلما ظهورова از ناحیه واسه حیات این مادر نمونه عبرت برای تربیت جوانان است. شاید در محله شما با مثل این خاله اسلما این گونه نفران باشند، با ما در تماس باشید. خیلی که دولت پیری در شکرانه فرزنده را میکنیم، شکرانه اووده هم فرزنده و شکرانه پرزیدنت هم میکنیم که همه پرزیدنت روز در تاجیکستان که کلان شد همه را تایید کرد، تری پری صغیر کبیر را تایید پر کرد. مصبر ایمی پرزیدنت ریزاین در 92 را من پیش شدم اگه دیگه خدا تعالی شما را به همه مرادا برسانه. خدا امر درود فرزنداتان اهل و آیلهاتان خدا همه خیلی امر درود و برکت دایم همه خیلی توی تماشا بود همه خیلی خستندی ها بگیرین. خدا تعالی در تنیاش نگه بدارند.